خاطر هیچ وقت شبیه نسازه. از فرصت استفاده برده به خواهرام مراجعت میکنم، به همه خواهرای مسلمان ما، خواهرای تاجیک ما، خواهرای ازبک، دیگرها که در این سرزمین زندگی میکنن، پدر و مادر مسلمان دارن، از برای خدا از خدا شرم بداره، از بنده های خدا که شرم نداشته از خدا شرم بداره. این چه عیب شرمندگی است؟ اطلس گرفته است، ترسیک کرده است، او را ایزار گفته نمیشه و ترسیک در زانو شیوخی در بو بانقتی بستش در میجا. بعد یک کرته اطلس دیگه کرده است رنگی توپیک، در قد کوچه خچه میمون کده گشته. همین شکل صورت است. من حیران میشم دختر پدر داشته باشه، پدرش چی رنگ باشه، مادر داشته باشه، اون مادری او چی رنگ است که به این شکل به این صورت میگرده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت صنفان من اهل نار لم ارهما، ده طایفه مردم هستند که از اهل دوزخن، من هم یارا ندیدم. میگه پیغمبر نه که به خبری که از خدا به من رسیده است میدانم که اینا دوزخی هستند. سبحان الله، اگر پیغمبر به این شکل و صورت ایش زنای شرمنده را میدید، آیا امتی ایو را قبول میکرد؟ ایرنگ شو بیزار بود. من ندیدم شو میگه، نه که من به شما خبر میتم که همین ده طایفه مردم دوزخی هستند، دوزخی هستند، دوزخی. قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون به الناس. گروه اول قومی که در دستشو دوبینکه دارن یا شلاق دارن مثل دنبگاو که با اون مردم هم میزنن. و نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنبة البخت المائله. طایفه دیوم زنهایی که اگر چند لباس بپوشن اما در معنا لچی برهنه، او لباسی او لباس نیست. زنهایی که از شریعت اسلام دور شدین دیگران را با از شریعت دور میگردونن، هم خود دور شدین هم سبب دور شدن دیگران میگردن. سراشو مثل کوهان شتر، موی سر در پشتی سر جمع میکنن، اینقدر توب میکنن مثل کوهان شتر، اسنیمه شتر واری. وقتی که موی سر در پشتی سر جمع کرد دیگه اون رمال میبنده آخی سر علیش میکنه با قواری. لا یدخلن الجنه، این دو طایفه داخل جنت نمیشوند. ولا یجدن ریحها و این ریحها لیوجد من مسیرت کذا و کذا و فی روایت من مسیرت 500 عام. این طایفه ها میگه این دو طایفه داخل جنت نمیشوند، حتی اینا از بوی جنت محروم هستند. بوی جنت از مسافه 500 ساله راه استشمام میشود، این دو طایفه مردم از بوی جنت محروم هستند. پس بخت بیای خواهرای عزیز، آخه شرافت شما در عزت شما است، شرافت و آبروی شما در پوشیدن و استوره بدن شما است که یک از حرمت احترام تو میکنه. با این شکل صورت در کوچه میبره کی شما را احترام کنه؟ کی احترام تو کنه؟ بعضی جوانان شکایت میکنن که امروز جوانای ما بی ادب شدن، زنهای شودار هم گپ میپرتوین. ای کجا میفهمه که این باشه به همین شکل صورت میگرده آخه در کوچه؟ از برای خدا هشتونه در سر تو بگیره ای مردم مسلمان. آخه ما میگیم ما عرف و عادت ملی داریم، ما تاجیک مسلمان هستیم، الله اقل ما عرف و عادت ملی خودتون رعایت کنه. این چه حال زار است؟ این چه حال زار است؟ همین رومال با کی زیان کرده است؟ رومال حسن کی را کم کرده است؟ قسم به خدا برعکس است. یکی از سبب‌های آن که در اروپا در تهلکه غلطیدن در بعض ممالک در جاهای جمعیتی دیگه سطر عورت منع میکنن، حجاب منع میکنن، اون است که دیدن که زنهای اروپا حتی مایل به سطر شدن. اوزن وقت مستوره باشه ببینه چقدر شرافت آبرو داره، هر کس جرأت نمیکنه به پیشش نزدیک شوه. پس آبروی شما، عزت شما، تمدن شما، کلتور شما در سطر عورت است. زنهای عزیز و پسرای مهربان،
اگر کرده صاحب تمدن است، اگر نکرده یک مقلد است. این تقلیدش میمون هم کرده میتونه. برای تقلید کردن یگان عقل فراست در کار نیست. شرق را از هم برد تقلید غرب، باید این اقوام را تنقید غرب. حضرت علامه اقبال لاهوری شخصی که تعلیم اروپایی داره، شخصی که در اروپا خوانده است، ما و شما را تحذیر میده که شرق تقلید غرب از بین میبره، نست نابود میکنه. قوت مغرب نه از چنگ و رباب، نه زی رقصی دخترانی به حجاب، نه زی سحری ساحرانی لاله روست، نه زی عریان ساق و نه از قطع موست. قوت مغرب زوری اروپا و امریکا از سینتزاتر نیست، از گیتار نیست، از رقص او دخترای فاحشه نیم برهنه نیست، از کازینو و نشینای کلوبا نیست، از بریدن مو و پرچاسکا و سریلیچ کردن و کونیلیچ گشتن نیست. قوت مغرب از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. زوری اونا تواناییش و اقتصادی به قوتشو از علم و دانش ای. مدنیت در آموختن ای، در تعلیم ای. مدنیت در تقلید کرکرانه و میمونوار نیست. قوت مغرب از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. حکمت از قطع و برید جامه نیست، مانع علم و هنر عمامه نیست. هیچ وقت سلام مانع علم و هنر نمیشود. سر تلیچ کردی و موی سر تبریدی تو کلتورنی نمیشای. هیچ وقت مدنیتی تو، علمی تو، دانشی تو، فراستی تو در علم تای، در تمدن تای، در عقل فراست تای. ای جوانی عزیز، علم و فن را ای جوان شوخ شنگ مغز می باید، نه تقلیدی فرنگ. برای علم و فن عقل در کار، مغز در کار، کوشش در کار. با تقلیدی فرنگ هیچ وقت صاحب علم و فن نمیشه. هیچ وقت. روسا یک مثال دارن، میگن по одежке встречают, по уму провожают. анам либос та мебинан қабулот мекунанд, баъд ақл тадида ба ту муомила ва муносибат мешавад. мебинан либосу сар либос та чӣ, баъд ба ақл ба ту муомила мешавад. соли 2001 буд, раҳмати падарам бемор буд. дар ҳамин шифохонаи медгарадок 4 этажда хоба якум. از دستش میگیرم میبرم پریویازش نی پریویازکش میکنن میارم. زیاده از 2 ماه همراهش بدیم. جامعه دارم، ریش دارم. همونجا یک چند جوان اخران آنکه محافظت میکنن. یک شخصی بزرگ دیگه در همونجا خواب بود همون شب روزا. بعد این اخرانیکو ای بیکاری را کراسورد حل میکنن. گازیتا گرفتیانه کراسورد حل میکنن. ما هم یک تاش نشستگی، ما هم در پهلو شیشتم منتظری پدرم موقعی که ای ریانیماسیا میبره خطیش بریم. یک کسی دیگه سوال کرد که فلانی گفت این خیلی کلمه بوده است 5 حرف داشته است چی میشود؟ او گفت من یک جمله دونم. یک کشیشتم که دیدم بسیار همجا رست شدگی ای با گفتمش یک همی تا نگاه میکرد با تعجب. بعد ورتیکال شد حل کرده است، پرپندیکولار شد باید چکنه حرفی اولش یوفشید کو ایش چی میشیده باشه؟ گفتم میشین ای خیلی میشه پریده جوش خشت دریش صدقه بوبیتا که جو میدونی. گفتم دودر جان بوبیت اونیورسیتeti دولتی تاجیکستان ولی دانشگاه ملی است، با دیپلم سرخ تمام کردگی ای. عجب مردمی. شما همی تو گالستوک کستونو برو کنه بینه آدم هیچ حساب نمیکنید. انا دیگه ما در همون حجره خطی پدرم بدیم همه کراسورداش نمیوردن در پیش ما حل میکردن. داملو همجاش چی میشیده باشه؟ از همون خاطر علم و فن را ای جوان شوخ شنگ مغز میباید، نه تقلیدی فرنگ. اما شما تازه و آزاده باشه، خشرو باشه، لباسای خشرو پوشه.
ولی یک چیز در مفکوره ما ششتگی خاصتا مردم پیشینه میگن ایچی تا اوبوزی در یک هفته یک بار میشوه. سبحان الله. یا تو باشد در دوره سویتی بندیدیم بود، یک روزش هم روزی حمام بود، یا در عسکری یک روز بندیده نه. این بیچاره خیال میکنن که همین آدم باید در یک هفته یک بار اوبوزی کنه. هر روز اوبوزی کنه، اگر امکان داره در یک روز 5 بار اوبوزی کنه. باور کنید در همین گرمی من شرایط بیاوم، همه هر باره که طهارت کردن لازم شود غسل میکنم. هم سلقین شای هم تازه و آزاده شای. در این گرمی بدن آدم عرق میکنه. ببین پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر به تازگی و آزادگی خوشبویی اعتبار میداد. در روز جمعه امر کرده است امت که غسل کرده و بعد بیایه نماز. اگر چند با وضو میشه و نماز خونده. چرا غسل؟ زیرا که همون چرک بدن نابود شود. وقتی که چرک در بدنت نباشه عرق هم که کنی بوی بد از بدنت خارج نمیشه تا چند مدت. از همین خاطر باید تازه باشه، آزاده باشه. امکانیت داره، امکانیت. همین پوشیدن لباس زیبا هم دلالت به سلیقه میکنه. کسای لباسی تازه و آزاده میپوشن که اتیکه و استتیکه را میدونن. آخه شما جوانای عصر 21 پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به امتش تاکید کرد احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم. گفت بهترین لباس ها را پوشه، لباس خوب پوشه. حضرت امام اعظم ابو حنیفه بهترین لباس میپوشید، زیباترین لباس ها میپوشید. اصلحوا رحالکم، در سواری های بهترین سوار شوید، در سواری بهترین سوار شوید. این الله یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده. خداوند دوست می‌داره که اثر نعمتش در بندش ببینه. 30-40 هزار دلار در تای سر مونی و یا لباس کندگی جیدن بپوشی بگردی، خدا را خوش نمیآید. لباس را تازه و آزاده کنی به خاطر خدا، برای افتخار و تکبری دنیا نه، به خاطر خدا لباسی تازه و آزاده پوشی. همین ریش سفیدای ما را ببینه، بعضیش بسیار زیکان، بسیار زیکان، خدا نگهبانشون باشه. وقتی لباس میپوشن میان میگوی ملائکه اومده است. ریشش سفید، سر لباسی تازه سفید آزاده خوشبو داره، در سر باید سلای دیگر را بسته است، میگوی قشون ملائکه ها می اومده باشن. انا به همه تقلید کنه، خوشو به حالشون. زبونای پسته استفاده بره. کسای زبونای پسته استفاده نمیکنه، از زبونای پسته بهتر مسواک باید داشته باشه، تازه و آزاده کنه، خطونه خوشبو کنه. زیرا اسلام دین پاکی و تازگی است. حضرت جبرئیل دیده باش صورت در اومد که عمر رضی الله عنه میگه ما در تعجب موندیم از لباس سفید تازه و آزادش، از موی سیاه تازه و آزاده و خوشروش در تعجب موندیم که آدم اینقدر بزیب میشید است، اینقدر خوش لباس میشید است. انا میگم تازه و خوش لباس باشه. جوانای عزیز، مسلمان ها غر محجلین هستند، یعنی که یک پیشانی تابناک دارن. در بدن گاوی سیاه ببینی اگر یک داغی سفید باشه چقدر خوشرو و داغ. انا مسلمان ها در بدن بنی بشر مثل انا داغی سفید خوشرو هستند، باید به همین سزاوار باشه. خواهش میکنم و تقلیدی به دیگران نکنه. الحمدلله لباسی تازه و آزاده و خوشرو امروز پرای هر نمودش که بخواهی. همین مایک های تنگ، نمیدونم همین شیمایی که حتی دشاخگی را نمیپوشن، از برای خدا همین را نپوشی. همین با مردی شما زیان داره، میفهمه؟ با مردی تو زیان داره. متاسفانه وقتی ما به آخر رسید، انشاءالله هفته آینده از همین جایی که صحبت قطع کردیم ادامه خواهیم داد. در آخر در حق همه دعا میکنم که خداوند همون زینت و زیبایی و سیکه و صورتی را که به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم و به اصحاب بزرگواری او عطا کرده بود به ما و شما نیز عطا کند. خداوند سلیقه نیکو برامون بده تا به خاطر خدا، به خاطر خوشنودی خدا، از بس که خداوند دوست می‌دارد اثر نعمت در بندش ببینه، لباسای خوب و زیبا و آزاده پوشیم، شکل صورتی زیبا داشته باشیم، خاصتا زنهامو شکل صورتی مستوره داشته باشند تا اینکه خدا و پیامبر خدا را خوش بیاید. و خدایا خداوند امید بر رحمت تو داریم، مسلمان واقعی مان گردان.
نه مسلمانی جغرافیایی. پروردگار مساعدت که هر وقت یک فرمانی تر میشنویم، امر از اوامری تر میشنویم، تأکیدی را از تأکیدات حبیب محمد صلی الله علیه و سلم میشنویم، خود را در آن مستقیم کنیم، موافق آن عمل کنیم تا توسط این عمل و توسط این استقامت بر رحمتی تو سزاوار گردیم، به جنتی تو سزاوار گردیم، از غضب تو و از آتش جهنم تو نجات یابیم. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. مونده نده خدی کوچه بگردی از برای خدا. دولچه گبانا یا بچه مو هم داریم، یا بچه دارم، یه روز یک مایکای سیاه در تنش اومده است، دولچه گبانا. یه ترمر دولچه گبانا میدونی چی معنا داره؟ میگه موده های ای کی گرفتیش؟ ایا رفیق من اوتاری چیزا نمیخرم که گمشه تیز بر بتش گفتم رود در خاک رفیق تا بگو که دولچه گبانا دم بخانه سن ده گلوبوی مدلیر دولچه گبانا را نکاح کده گرفته است. هر دو مرد در نکاح در یا نکاح زندگی میکنن. شما تقلیدی به همون دو گلوبوی میکنه؟ از برای خدا امروز بود ماده شده است کرته ها و مایکه هایی که چیز نوشته شدگی باشه در اون. سبحان الله. هم دورهای سویتی در اونیورسیتت میخوندیم، بعد یک معلم قصه کرد، گفت یک جوان از خارجه بروک جنس خرید است. در زمانهای شوروی شیم جنس دسترس کردن بسیار مشکل بود، در قفاش چیز نوشتگی. بعد میگیرن وقتی که یک انگلیسیدان ترجمهش میکنه در مسکو نوشتگی به دست در اوجا که یک گی نیکمونی اتکجو در پشتی بروک جنس. سبحان الله. مردک به هزار آبرو و عزت همون را پوشیده گست است که با لباس جنس. شما اقلا میفهمی که در همون لباس ها تو چی نوشتگی هایی؟ از برای خدا رکلام های امریکا کلی، رکلام های SSR کلی، رکلام های دولت های نمیدونم کفر دولت های با اسلام بیگانه را کلی، بعدی با دعوا میکنه که ما مسلمان هستیم. این چه حالای ای مردم؟ امروز اکثر کلی مدلیرو همون قسمت مخنثا هستن، همون گلوبویا هستن، به همون خودشو موافق کرده استیان مردم ها. نمیبینی همین خشتکای ایزار تا چند بیده شده استیان مایده شده استیان اهمیت نمیته. سال گذشته در امریکا بودیم، در شهر نیویورک مترو را که گفتیم مترو را نشان ممته که هم مترو نیویورک خیلی باشه. در اومدیم مترو، بعد در هم متروش هم پویزد سوار شدیم. جوانا خاصتا همی زنگی بچه ها با فروشی گزیت ژورنال مشغول بودین، میگردن وگان با وگان گزیت ژورنال بفروشن. یک تاش اومده است در مقابل ما ایستاده است با پشتش طرفی ما. از برای خدا این منبر پیغمبر است، دروغ نمیگم، چند شاهد دارم. شیم پوشیده است، شیمش تسمه داره، اما هم تسمه شیم از مقعد پایانه باور میکنه اینه جای بندی پودای شیم اینه میجده قفا همه توه ترسی که هم ترسی پوشیده است از پایان همه توه. او چی لازم است اوتری شیمه که نپوشیش دمیو نصف اللهی اینه می بندی پودای. حاجی میرزا در پهلوم ایستاده است. گفتم داملا دیدی؟ گفت ای چی در داشته باشست برای چی ایزارش بالا نمیکنم؟ آقا گفتم خشتکش همون قایق جا بالاش کنم. حالی یا چی خوف داره؟ خوف اون است که ان همین مادره اخیر در مردم مسلمانی ما تلقین کنن با تاجیکستان بروا. راستی که الحمدلله حالی در تاجیکستان ندیدم، لیکن قسم به خدا همین سال در سنت پترزبورگ دیدم، عیناً انمو مادره دیدم. حالی یه روز به شما را میآیم. ای مردم، ما مردم مسلمانیم، منتالیتی ما دیگه. شما هیچ عقل فراست داره؟ آخه اون مردم انمو مخنثی را از روی ادب گمان میکنن، مدنیت میدونن، کلتور. چه شما با هم و تقلید بکنی؟ از برای خدا
اگر مادام که شیم کستون خوب نمیوه خشتکش شد، امروز الحمدلله چهورای هستند در همین تاجیکستان که هر نموده که سپارش کنی میدوزند، از دولچه گابانا خوبتر میدوزند. با همون پولی که تو همون لباس حرام میخری، تو میتونی برای سپارش کنی در صدبرگ یا در جای دیگر لباست بدوزند. ما نمیگیم که شما تازه و آزاده نباشه، مسلمان باید بهترین لباس پوشه، مسلمان تازه و آزاده باشه، مسلمان خشرو باشه. آخه این خشروگی زینت اسلامه. خداوند جمیل جمال دوست می‌داره، نظافت پاکی را دوست می‌داره، اما از برای خدا این چه حال است؟ این همین ماده‌هایی که 4-5 سال اخیر میآید، این یگانتش مردی انسان آشکار نمیکنه. یا الله، پیغمبر ابی میگه که مربوع بود، 4 پهلو بود. ما با جای آن که مشق کنیم و با پیغمبر خود تقلید کنیم، لباسای آزاده و سفید کشاد پوشیم، تقلیدی با دولچه گابانا میکنیم، باید مایکای تنگ میپوشن. بعضی خود مرده هست اوخه همون بدن قاق تبکی نشون میتی. چی داری تو؟ از برای خدا مسکولاش از پای مرغ در باریکتر همون با در تنش چسبیدگی، تو دانو خدا شرم نمیداری شما؟ نماز میآین، نماز میآید در صف میستر رکوع میکنه، رکوع میکنه مایکه بالا میره، واقع مایکش نمیقای، شیمش از همین خمگش پایونتر، حتی همون سرشوی مقعده کو جایی که سر میشوه خط، همون خط میتوه از برای خدا. آخی نمازی تا از کجا قبول میشوه؟ مرد از نف تا زانوش عورتای، سطرش فرضای. و وقتی که شیم شما در این جای یک وجب از نفت و پایونای، وقتی که خم میشه این میکت و بالا میشوه، از نف پایون تو همه میتوه که تو مقعتونه. از کجا اون نماز شما قبول میشوه؟ قسم به خدا کسی را که از 4 یک حصه عورتش دیار میشوه در نماز، نمازش باطله، نمازش قبول نیست، تحریمش باطل میشوه. آخه شما اهل مسجدی از برای خدا، آخه من نمیگم تازه و آزاده نپوشه، پوشه، خشرو پوشه، همین شیم کستون چیزی آن داره، کرته های تازه و آزاده کشاد خشرو چیزی آن داره، و پوشه یک جوان مردی خطونه، زیباگی خطونه نشان بده. یا الله، این چی تقلیدی کرکرانه است؟ واقعا در پوشیدن لباس تکبر نیست، افتخار نیست. متاسفانه بعضی مردم ما نمیفهمن، میگن این فخر افتخار میکنه لباسی تازه میپوشن. نه، این فخر افتخار نیست، این اثبات مسلمانی است. این اثبات آن است که خدای تعالی نعمتم داده است، من شکرگزاری نعمت خدا را میکنم. در حدیث اومده است، حضرت عبدالله ابن مسعود روایت میکند، حدیث امام مسلم در صحیحش آورده است. حضرت گفت لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من کبر. هر کسی که در دلش مقدار یک ذره از کبر باشه داخل جنت نمی شود، خداوند او را از جنتش محروم میگردونه. یک مرد میگه ایستاده بود، گفت یا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا و نعله حسنا. گفت ای پیغمبر خدا، مثلا بعضی مردهایی هستن که میخواهن که لباساشو تازه و آزاده و خشرو باشه، پاپوشی های تازه و آزاده و خشرو داشته باشن، همین کبر است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب فرمود ان الله جمیل یحب الجمال. ای مردم ساده، گفت خدا جمیل است، زیبا است، خدای تعالی زیبایی را دوست می‌داره. الکبر بطر الحق، کبر پایمال کردن حق است. کبر حقیر و ناچیز شماریدن مردم ای، تحقیر مردم مسلمان ای. کبر پوشیدن لباس خشرو و آزاده نیست. مسلمان باید لباسش تازه و آزاده باشه، باید سر دهنش تازه و خشرو باشه. از این خاطر تقلیدی با مردم بیگانه نکنه. یک زمان ارتیستا را میدیدیم در استرادا لباسای التراستی میپوشیدن، زنکو. امروز بچه ها مایکه میپوشن از برای خدا، در افتاب 100 رنگ قطعی میدرخشه. بچه را زیبش اون نیست،
زینت جوانمردی در لباس یلترستی نیست ای مردم. نخو جوان خچه به همون رقصه ها قیاس کنه، نخو خچه شبیه رقصه کنه. مرد باشه بچه، جوان مرد باشه، لباس های تازه و آزاده و بهتری نپوشه. اما این تقلیدهای کرکرانه که به مخنثا هست از بحر این بگذره. این به جوان زیبنده نیست، به مسلمان زیبنده نیست. دین اسلام دین پاکی و نظافت است. مسلمان مردش باید مرد باشه، زنش باید زن باشه. خدای تعالی بر مردهایی که خودشون شبیه زن میکنن و بر زنهایی که خودشون شبیه مرد میکنن لعنت خوانده است. لعنت میگه. از این خاطر هیچ وقت شبیه نسازه. از فرصت استفاده برده به خواهرام مراجعت میکنم، به همه خواهرای مسلمانمان، خواهرای تاجیک ما، خواهرای ازبک، دیگرها که در این سرزمین زندگی میکنن، پدر و مادر مسلمان دارن، از برای خدا از خدا شرم بداره. از بنده های خدا که شرم نداشته از خدا شرم بداره.